اشتباه هم کردم، خریتم کردم، خیلی جاها خیلی کارایی کردم که خب شاید نباید انجام میدادم. مثلا ادب رو رعایت کردم، از شما مشورت گرفتم، ولی من اون کار رو در ذهنم دارم که انجام بدم. یعنی اصلا امکان نداره تأثیری بتونید روم بذارید، چون من تصمیم گرفتم خریتم رو بکنم، میدونید، و میدونم کار خوبی نیست، میدونم اشتباهه، میدونم این تش خودم نه که دیدیم بعضیا میگن بعد خودش بره سرش بخوره به سنگ. من سر به سنگ خوردمم دیدم، ولی دلم خواسته انجامش بدم. همین میخواستم بگم، اصلا جای خوبی رسیدیم. دلم میخواسته انجامش بدم. آره. یه بار زندگی میکنید. بله. لذت میبرم از زیستن، حتی به غلط. پشیمونی یعنی چی؟ زندگی کردم اون لحظه رو، وجود داشتم به غلط. اصلا کی تعیین میکنه درست و غلط چیه؟ پشیمونی برای چی؟ برای اینکه زنده بودم، یا مثلا یه فیلم رو بد بازی کردم، یه فیلم خوب بازی کردم، یا اینکه یه رفتارم در جامعه غلط بوده؟